خدمتتون خوش آمد میگم. از اینکه وقتتون رو میذارید یه ذره این زبان استیه رو یاد بگیریم یا من اطلاعات رو انتقال بدم ممنونم. ما جلسه پیش در مورد یک سری مسائل صحبت کردیم. دوستانی که تشریف داشتن میدونن که ما اومدیم ساختارها رو گفتیم. حالا من یک گریزی میزنم و بعد شروع میکنیم. خب جلسه پیش خیلی خلاصه اگه بخوایم من یه مختصر مفید بگم، خب اومدیم ساختارها رو تعریف کردیم. گفتیم که ساختارها مجموعه‌ای از پارامترهایی هستن که گروه بندی شدند. بعد آرایه ها رو معرفی کردیم. گفتیم مجموعه‌ای از عناصری هستن که ما به یک اسم میتونیم نامگذاری کنیم و به اصطلاح در قالب یک آرایه یا اری گروه بندی کنیم. و گفتیم که وقتی ما مثلا یک آرایه رو مثلا با 10 تا عضو در نظر میگیریم و ایجاد میکنیم، اول شماره آرایه 0 هست، یعنی تب 10 یعنی تب 0 تا تب 9. بعد اومدیم گفتیم که متغیر از نوع بیت که مخصوص همون کتابخونه ESP مون هست و خودمون تعریف کردیم و عملا یک ساختاری هست که ما برای پارامترهای بول در نظر میگیریم و این شامل 3 تا متغیر عمده است: ولیو، رایزینگ و فالینگ. با ولیو مقدار بیت رو مشخص میکنیم و رایزینگ و فالینگ لبه بالا رونده و لبه پای رونده رو مشخص میکنه. و بعد گفتیم که عناصر از نوع بیت ما با ورودیامون هست که مثل I0 تا I7، Q0 تا Q7 برای خروجیامون، Q0 تا Q5 و M0 تا M499 یا M0 تا M9000 برای رله های داخلیمون ما مشخص میکنیم که همه از نوع بیت هستن، بیت کتابخونه خودمون. و بعد گفتیم دو تا S1 و S2 داریم که باینری سویچ هست و S1 و S2 میتونیم 0 تا 15 دو تا عدد رو به PLC تعریف کنیم و گفتیم که برای اینکه این عدد رو توی برنامه بخونیم کافیه بنویسیم S1 همین. و بعد نامگذاری کتابخونه ها رو گفتیم. حالا من رد میشم. دستورات بیت کنترل رو گفتیم: آت، آتنا، ست، ریست و برای رله های خروجی و رله های داخلی. و بعدش اومدیم دستورات کنترل روند برنامه رو معرفی کردیم: دستور ایف، وایل و دو که با اینو گفتیم میتونیم روند برنامه رو کنترل بکنیم و دستور فور رو هم همینطور. و نهایتا یک مثالی رو حل من یه لحظه مثل که از دوستان تشریف بردن. آیا گلفر، سلام جای من از گلفر، خوش آمدید. بعد اومدیم یه مثال رو با کنتاکتور حل کردیم و نهایتا یک تمرین دادیم. تو این جلسه من میخوام این تمرین رو حل بکنم. اگر که دوستان کسی حل کرده که خوشحال میشم بشنوم، اگر که نه به اصطلاح ما کار رو شروع میکنیم. دوستان تا حالا اصلا کسی فکر کنم فرصت هم نکردید احتمالا، چون معمولا مشخص البته. خب ایرادی نداره، من خودم اینجا به عنوان نمونه حل میکنم و انشالله که بتونیم با هم پیش ببریم. گفتیم که برنامه بنویسید که با فعال شدن مقدار ورودی I0 باینری S1 را روی Q0 تا Q3 نشان دهد. بیت کم‌ارزش ما میشه Q3. خب الان ما برای این کار اجازه بدید من برنامه رو بیارم. اسکرین، ویندو و اوکی. خب تو این برنامه که ما میخوایم بنویسیم گفتیم برنامه خالی رو حالا وقتی شما باز ایجاد میکنید به این شکل هست و ما میتونیم اینجا برنامه‌مون رو شروع کنیم. اگر که برای فرست راوند فلگ بود که به اصطلاح توی قسمت این بالا می نویسیم، اگر که تو لوپ بود اینجا می نویسیم.
گفتیم با فعال شدن ورودی آی صفر مقدار S1 رو به صورت باینری تو خروجی Q0 تا Q3 نشون بدیم. پس میگیم if I صفر dot value، اگر I صفر dot value بشه چیکار بکنه؟ این کارا رو انجام بده. البته من اینم بنویسم اینجا بیارم که قاعده ما خراب نشه. خب اوکی. پس اگر I صفر تا I value باشه، میخوام I صفر value مون ست باشه، من میخوام اینجا این کار رو انجام بدم. خب اینجا میام چیکار میکنم؟ میگم if S1 مساویه با صفر باشه. خب باز دوباره گفتیم گروه بندی میکنیم. reset Q صفر، reset Q1، reset Q2 و reset Q3. میشه چی؟ اگر گفتیم که بیت کم ارزش ما Q3 باشه، پس از بالا اگر من بشمارم میشه 0 0 0 0. معادل باینری S1 مساوی 0 است. حالا ما بقیش دیگه تکرار میکنیم. مثلا میگیم اینجا if S0 مساوی 1 باشه، کافی بیت کم ارزش ما رو چیکار بکنه؟ ست بکنه. اگر این مساوی 2 باشه، کافیه که ما این یکی رو ست بکنیم. ست میشه 0 0 1 0، معادل 2 باینری. و اگر اینو بنویسم 3، میخوام که این دوتا رو ست بکنه. میشه 0 0 1 1. و اگر بنویسم 4، این میشه ست. اگر بنویسم 5، این میشه ست و ست. میشه 0 1 0 1. و اگر این بشود 6 میشه. البته اینم توضیح بدم که برنامه رو ما راحت تر هم میتونیم بنویسیم. فعلا ابزار ما ست و ریست و آتوآتنات هست. با این ابزار میخوایم مسئله رو حل بکنیم. خب و اگر این بشود 7، میخوایم که این ستا رو 7 بکنه. اگر بشود 8، میشه بیت پرارزش ما 0 میشه 1 0 0 0 میشه 8 باینری. و اگر این بشود 9، این میشه ست و این میشه ست. و اگر این بشود 10، میشه 1 0 1 0. و اگر بشود 11، میشه 1 0 1 1. و اگر بشود 12، میشه 1 1 2 0. 1 1 2 0. و نهایتاً سی اگر بشود 13، میشه 1 1 0 1. اگر بشود 14، میشه 1 1 1 0. خب اگر بشود 15،
میشه چی؟ 1 1 1 1. خب پس ما چیکار کردیم؟ گفتیم که اگه آی صفر ما ببینید ولیو، اگه این آکولاد روش کلیک بکنید آکولاد بستهش باید پایان این قرار بگیره. این آکولاد بسته است که درسته. اینم برای وایلمون هست اگر نگاه بکنید وایل، و اون یکی هم برای دستور مینمون هست که من اگر اینو یه ذره بیارم اینجا اوکی اینجوری میشه. اینم مرتبش کنم. خب گفتیم پس اگه آی صفر بیاد بسته این که به این که مقدار اس صفر 0 تا 15 باشه خروجی کیو صفر تا کیو 3 رو 3 تا ریست بکنیم. برنامه رو اجرا بکنیم. خب برنامه دانلود شد. حالا ببینیم که چه اتفاقی افتاد. خب اول آی صفر رو فعال بکنم. بعد خب من اینجا مثلا مانیتور رو بیارم یه ذره جلوتر که دوستان ببینن. ببینید حالا ببینم اوکی. الان 0 0 ما معادل صفره. اگر من اینو بیارم رو 1 میشه چی؟ 0 0 0 1. اجازه بدید من یک مثلا پشتی چیزی بیارم که باهاش راحت تر کار کنم. خب من با چرخوندن این S1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 یک معادل 9 هست. 10 11 12 13 14 و 15. پس به این ترتیب خیلی راحت من میتونم یک عدد 0 تا 15 رو به پی اس سی چیکار کنم؟ معرفی کنم. دوستان اگر تا اینجا سوالی هست بفرمایید، بعد بریم ادامه رو انجام بدیم. ببینم سوالی هست. اوکی. ظاهرا سوالی نیست. خب الان برمیگردیم به ادامه به اصطلاح مثالمون. مهندس جان خسته نباشید. کار شما در خدمتم. حالا این تمرینی که حل کردی خیلی جالب بود، فقط در ادامه حالا نمیدونم به اون استفاده از اون S1 و S2 شما میرسیم یا نه، یا الان واسه ما توضیح میدید کجا میشه بیشتر ازش استفاده کرد؟ اگر که شما دقت بکنید ما یک عدد 0 تا 15 رو بدون اینکه HMI داشته باشیم به PSC دادیم. درست؟ ما مثلا میتونیم از این S1 به عنوان تایمر استفاده کنیم. مثلا بگیم 15 ساعت یا 4 دقیقه یا 3 ثانیه یا 7 صدم ثانیه. و بعد من حالا استو رو الان را میندازم، چیزی خاصی نداره، فقط به جای S1 می نویسم استو. در این صورت ما تو برنامه میتونیم بگیم مثلا دو تا عدد 0 تا 15 رو داریم وارد میکنیم. ممکنه یه جای شما بخواید یه عدد 25 تعریف بکنید، میخواید این متغیر باشه و کاربر از بیرون بدون که یه هزینه HMI بده باید یه عدد میخواد وارد کنه. کافی S رو بذاره روی S1 رو بذاره روی 2 و استو رو بذاره روی 5. در این صورت یه عدد دو رقمی تعریف شده. حالا شما میخواید، حالا تو مثالهای بعد میبینید تو جلسات بعد که مثلا ما میخوایم مقدار تایمر رو بذاریم به صورت دو رقمی S1 استو، مثلا بشه 25 صدم ثانیه یا 25 ثانیه یا 2.5 ثانیه. حالا دست خودمونه دیگه، برنامه و تفسیرش دست خودمونه. یا مثلا شما میخواید یه شمارنده ای رو تنظیم کنید،
مثلا اگر که 10 تا جعبه اومد، نوار نقاره دوم شروع به کار بکنه. خب 10 تا 0 تا 15 همون اس1 کافیه. یا مثلا میخواد بگی که مثلا یه مثال حل خواهیم کرد. فرض کنید که 2 تا نوار نقاره دارید و میخواید که تو هر جعبه ای به اصطلاح 20 مثلا نمیدونم 10 تا سیب رو تو هر جعبه بریزه، بعد برسه جعبه بعدی اگه مثلا 6 تا جعبه رد شد، دستگاه استاپ بکنه تا استارت مجدد بخوره. خب یا مثلا توی مدارات ستاره مثلث شما میخواین مقدار تایمر ستاره مثلث رو اس1 اس2 ببرید. این توی کاربردهای کوچیک برای ماشینالات سایز کوچیک که میخواین خیلی اقتصادی هم در بیاد، واقعا قوقا میکنه. سوال دیگه هست؟ خب برگردیم به مثالمون. گفتیم اگه آیسف غیر فعال بشه مقدار باینری استو رو نشون بدیم. حالا این خط رو میخوام حل بکنیم. اوکی؟ میایم میگیم که حالا من که به اصطلاح گفتیم اگه آیسف ولیو باشه خب که آیسف ولیو از اینجا میاد تا اینجا. اوکی؟ اگر که آیسف نیاد از یه پرانتز باز درست شد. همه اینا رو کپی میکنم، کپی و اینجا می نویسم پیستش میکنم. حالا اینجا کافی اس1 رو بکنمش S2 کنترل F S1 بکنمش S2 توی کجا S1 مساوی S2 آره اینجا هو selected lines replace all. اوکی تمام شد. اینم شد خط دوم. پس اگر ما اینجا نگاه بکنیم اگر آیسف ولیو درست باشه برای S1 نسبت به S1 خروجی Q0 تا Q3 رو روشن میکنه و اگر که آیسف ولیومون در غیر این صورت آیسف ولیو خاموش بشه نسبت به S2 خروجی ها رو روشن بکنه. حالا من دوباره کامپایلش میکنم و دانلود میکنم. خب و اگر که الان دوستان تصویر رو میبینید؟ خب ببینید الان من چیکار کردم. الان S1 که ما روی 9 S دارم میذارم روی مثلا 5 5 یا 6 5. ببینید اگر S1 که من اگر ورودی I0 من فعال باشه 9 رو نشون بده که مقدار S1 هست. اگر I2 رو I0 رو خاموش کنم مقدار S2 رو نشون بده. یعنی این دفعه نسبت به مقدار S2 چیکار میکنه؟ این داره حرکت میکنه. ببینید در حالی که اگر من اینو I0 رو فعالش کنم با S2 چراغا فرقی ببینید هیچ اتفاقی نمیافته. این داره الان S1 رو نشون میده. ولی اگر I0 رو خاموش کنم این دفعه مقدار S2 رو دارم توی خروجیام نشون میده. این میشه FF 0 1 2 3 و الی ماشاءالله. خب اینجا گفتیم که حالا پس این دو ردیف اول رو نوشتیم. حالا بگیم اگر S1 که ما بزرگتر از 1 باشه خروجی 2 روشن بشه و اگر که S1 به 7 برسه خروجی 2 خاموش بشه. یعنی اگر S1 بین 2 تا 7 باشه چی بشه؟
خروجی 2 روشن و بعد خاموش بشه. اینو من چجوری باید بنویسم؟ میام توی برنامه S1. خب حالا اینکه برای اون خط خودمون تمام شد. تا اینجا حلقه ایف ما تمام میشه. بگیم ایف S1 بزرگتر از 1 and S1 کوچکتر یا مساوی 7 باشه. خب حالا اصلا این میخوام این دفعه با آوت بنویسم. بگم که آوت Q2 و این شرط ما S1. بذارم اینجا درسته. من یه جایی رو اینجا اشتباه کردم. خب الان درست شد. اگر S1 که من بزرگتر از 1 باشه و کوچکتر یا مساوی 7 باشه، خروجی 2 میخوام روشن شه، در غیر این صورت خاموش بشه. اینا میخوایم چک کنیم یه بار، حالا بد نیست. البته من اینجا چون این خروجی ها وضعیتش با اون S1 و S2 ها به هم میریزه، من اینجا رو این دستور برنامه رو چیکار میکنم؟ غیر فعالش بکنم. اکسش ستاره از اینجا تا اینجا کامنتش کردم دیگه، مثل اینکه از حالت دستوری در آوردم، مثل اینکه اینا دیگه نیست اصلا. پس انتظار دارم اگر S1 که من بین بزرگتر از 1 و کوچکتر یا مساوی 7 باشه، خروجی 2 من روشن بشه. الان خروجی 2 روشن هست. ببینید، ببینم S1 من رو چنده؟ S1 من روی 4. ببینید. خب خروجی 2 روشنه. 5 6 7 جا تو 8 خاموش شد. میره 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 میره. ببینید اینجا الان 2 3 4 5 6 7 8 باید خاموش شه. حساب کنید 8 خاموش شد. پس اگر S1 که من بین 2 تا 7 باشه روشن میشه خروجی، در غیر این صورت خروجی خاموش میشه. دوستان اگر سوالی هست در خدمتون هستم. خب بعد برگردیم به مثالمون. گفتیم پس این خط سومم چیز کردیم، اجرا کردیم. گفتیم اگه آیسه فعال بشه، عمل مقایسه بین S1 و S2 به شرح زیر صورت گیرد. اگر S2 بیشتر از S1 باشه، خروجی 5 روشن بشه، در غیر این صورت خاموش بشه. خب اگه آیسه فعال بشه، اگه آیسه فعال بشه و S2 بزرگتر از S1 باشه، خروجی 5 روشن بشه. خب اجازه بدید من برنامه رو بیارم ببینید شما. آیسه آیسه اوکی. تو آیسه پس این که سر جای خود میگم if آیسه دات value اوکی. اگر اینجوری باشه، حالا out q چند بود؟ out q 5 خروجی 5 out q 5 و شرطمون چی باشه؟ S2 بزرگتر از S1. اینم قسمت آخر برنامه. اگه آیسمون فعال بشه، در این صورت مقایسه به اصطلاح
S2 S1 صورت بگیره و آوت کیو اجرا بشه. باز برنامه رو میزنم. خب اجازه بدید که صفحه رو بیارم. شما میبینید دارم فکر کنم دیگه. خب ببینید الان اگه دقت کنید خروجی 5 ما فعاله. خب چرا؟ چون آیسه ما فعاله. اگه من آیسه رو غیر فعال کنم اون مقایسه انجام نمیشه. حالا استو اگه استو روی 7 S1 روی 2، اگه من این رو بیارمش پایین ببینید اینجا دیگه استوی من شد 2 و اسی که من استوی من 2 S1 روی 3 هستش. چون 2 کوچکتر از 3 هستش خروجی 5 خاموش میشه. به محض اینکه اینو رو بزرگترش بکنم اینجا روشن شد. پس اینم دست خط سوم برنامه ما. حالا دوستان تا اینجای صحبتمون اگر فرمایشی هست، سوالی هست بفرمایید. من میخوام تو این قسمت آخر یک حالا بحث عیبیابی برنامه رو با هم پیش ببریم. ما خب یکی از مهمترین مسائلی که ما توی PLC ها داریم بحث عیبیابیه. حالا این چون برنامه ساده منم یه ذره کار کردم میزنم کار میکنه دیگه. خب ولی ممکنه همیشه این شکلی نباشه. ببینید ما اینجا اگر بخوایم این برنامه رو ما عیبیابی بکنیم، خب اینجا گزینه دیباگ یا حشره هست. دیباگ میزنیم. دیباگ رو که بزنیم این کانکت میشه و برنامه رو خط به خط و هر میتونیم اجرا بکنیم. هر جا خواستیم پارامترها رو ببینیم، بریک پوینت بذاریم و اینا. حالا من اینجا برنامه استارت شده و اینجا منتظریم که خط بعدی رو اجرا بکنیم. توی این منو، توی این تولبار ما میتونیم دستور رو بدیم ریزام بکنیم و برنامه رو اجرا بکنه. میتونیم از حالت دیباگ خارج بشیم، میتونیم دیسکانکت بشیم و برگردیم، میتونیم ترمینیت کنیم و از اول دوباره به وارد دیباگ بشیم و اینجا میتونیم خط به خط و یا دستور به دستور بریم جلو. حالا من اینجا دستور به دستور اینو میرم اینیشیالایزش کرد، بعد ران کرد، بعد ببینید اینجا چون کامنت بوده از اینجا پرید به این قسمت. اوکی؟ حالا من اینجا اگه نگاه کنید وضعیت آوت کیو داره مشخصاتش برای من نشون میده که چی هست آوت کیو من. خب S1 توی S1 ببینید S1 من کد چنده الان اینجا مقدارش 3 هست. البته آره دیگه S1 مقدارش 3 هست. و حالا این ور ما یک پنجره دیگه داریم که میتونیم متغیره هامون رو اینجا نشون بدیم. واچ لیست داریم و لیو داریم. اوکی چیزایی که هست. الان اگه نگاه کنید S1 که من روی 3 هست، S2 روی 4. البته من اینو چون قبلا اضافه کردم به خاطر همین شما میبینیدش. اگر که مثلا میتونم اینو پاکش کنم ریموو اینجوری میشه. اولش میتونم اینجا پارامترامو بنویسم، میشه S1 و بنویسم S2. خب و حتی میتونم بنویسم Q2. Q2 یه متغیر از نوع بیت هست که خودش یه ساختاری داره و اگه نگاه کنید ولیو رایزینگ و فالینگش اینجا هست. ولیوش برابر 0. این ID 12 مربوط به فرم‌ور خودمون هستش که شما باش درگیر نیستید. خب حالا من اگر S1 رو اینجا به اصطلاح تا حالت لیو هست، اگر که من اینو اجراش بکنم تا حالت لیو میتونم این پارامترها رو ببینم. حالا قبل از اون میام اینجا آیسه رو نگاه میکنم. اینجا با یه آیسه هم میتونم حتی بیارم آی 3 اصلا دات ولیو
البته آیس دات ولیو آیس ببخشید اینجا کروشه باز بوده خود آیس دات ولیو که مقدارش از 0. خب اینجا اگه بزن لحظه باید اول رام بشه بعد. خب من اینجا میزنم خط بعدی. ببینید حالا اینجا کیود من شده چی؟ مقدارش 1 شده. S1 من 3 هست، S2 من 4 هست و چون S2 از S1 بیشتره Q2 هم روشن شد. ببخشید توی Q5 باید بریم. Q5 هم بزنم. Q5 دات value فعلا 0. اگه این دستور اجرا بکنم میتونم ببینم که من اونجا تو برنامه چی نوشتم. آیسپ توی برنامه S1 بزرگتر از S2 S2 بزرگتر از S1 بشه خروج 5 روشن بشه. ببینید برم ببینید اینجا Q5 من روشنه. این الان تا حالت ران هست و من اینجا حالت لیو دارم نگاه میکنم. یعنی اگر من بیام به اصطلاح پارامتر کلید S1 رو آنلاین تغییر بدم شما اعداد رو میتونید ببینید. 3 ببینید 6 این قسمت رو دارم عرض میکنم. S1 رو ببینید من دارم روی PLC دارم عوضش میکنم. ببینید 6 7 8 و این داره چیکار میکنه. یا استا رو بیام تغییر بدم و این همون مقادیری بود که ما داشتیم میخوندیم. از طرف دیگه ما اینجا یه اکسپرس هم داریم. واچ لیستمون هست که اینو من بنویسم S1. خب این واچ لیست موقعی کار میکنه که روند برنامه متوقف بشه. مثلا من اینجا میام توی این قسمت یه بریک پوینت میذارم. اینجا متوقف میشه و S1 من رو الان مقدارش از 0C هکس یا میتونم نامبر فرمتش رو بیارم روی دسیمال و میشه همون 12 خودمون. و بعد اگر من اینجا ریسام رو بزنم برنامه دوباره اجرا میشه تا موقعی که به این نقطه برسه. یه بار اجرا کرد شد 12. حالا توی این فاصله من میام اینو مقدار S1 رو عوضش میکنم. اوکی دوباره میزنم این دفعه S1 من شده 3 و به این ترتیب ما میتونیم خدمتتون عرض کنم که حالا بریک پوینت اینجا من یه دونه بریک پوینت دارم. میبینید بریک پوینت های مختلفی رو بذاریم توی برنامه. اگر که خواستیم هر جا خواستیم روند برنامه رو متوقف کنیم چک کنیم پارامترامون رو اینجا و وقتی که تمام شد ترمینیت رو بزنیم و از برنامه خارج بشیم و وارد محیط اصلی برنامه‌مون بشیم. خب نمیدونم حالا دوستانی که با لدر کار کردن الان چه احساسی به این STL ما دارند و اینکه من همیشه گفتم که STL زبان سختی نیست، امکانات خیلی فوق العاده ای داره به شرطی که یه ذره تغییر رو بپذیریم. من این جلسه چون دستور کار رو توی این حد گفته بودم و نمیخوام دوستان رو بیشتر از این خسته بکنم تا اینجا که به اصطلاح بسنده میکنم و انشالله که برای جلسه بعد ما دستورات کنترلی بیشتری رو انشالله معرفی میکنیم و وقتی که ما ابزارهامون کامل شد اون موقع میتونیم برنامه های پیچیده تر بنویسیم. دوستان اگر صحبتی فرمایشی هست بفرمایید، اگرم نیست از خدمتتون مرخص میشم. خب خواهش میکنم آقای مهندس اسدی عزیز، امیدوارم که حالا مثمر ثمر بوده باشه و انشالله پس تا جلسه بعد که پس فردا هست در خدمتتون هستم. موضوع جلسه رو انشالله می نویسم که چی میخوایم بگیم. عصر خوبی داشته باشید و با امید دیدار. خدا حافظ.
قربان شما.